سلام و درود و درحبات رون سرچمگ دیوان ترجمه استاد و زاندکار و شهزانتان امید کنه وشین رود پر شما مراد باد مدام گل و گنگلان الله رحمتان چیرا مدام ساچان و الله رحمت شمی سر آگواران بند یک جست واجه ایسا شما کدک به جگین همی هنی و هدا که من وایسا دیم دیگان من جگین تو خانشتگان خود همو جگین و همه جایی که میرکمبری جنگ بیدک من حدوداً گویی جاها مسیرا تبغیر یک 35 کیلومتر فاصله هستند و جایی که میرکمبر سدی چی کوره اما یعنی سراجنک بیدک همو که سدی چی کوره سرین که همو بونگی جبی و همه جاها من هنی 35 کیلومتر نزدیکان و سدی چی همه جایی که میرکمبر جنگ کدک و هنی و هدا من جرین جگینی ملک تو خانشتک ایدان که استاد حبیب ارتک شاگرد هستند که دیرین جگین تاب و پیچ نزدیکترین راه سدیچ بزام سدیچ گو چیا بینت که میرکمبر چه بینت حرکت کدک و آتکه نزدیکترین ای سدیچی کور گو جگین همه حدودای تبغیر 35 کیلومتر 40 کیلومتر فاصله هستند و ایشان سده چی کندا واسطه راه آروچو گرا لشکر همه خارانیونی که به همو شده و میرکن بر همو راه بستگن گرا همو دانو درگیر و جنگ بیدگن تو دا همایی که واجه شهید بید و مالا هم ترینن این جنگ همه شاید فهمی آرد که جگین یک منطقه نامه تقریبا حدود تبغیر اندازه همه 20-30 روستا بیند ایشان جمع کل منطقه ایدان گوشن جگین و یک کوری هم هستین این کور نام هم جگینه و گابریگ هم یک ملکی مزنین گابریگ هم تقریبا یک 15-16 روستا هستین این جمع 15-16 روستا این گابریگی اما آبری چند که مردم نشتگن و گابریگ هم کوری هستی مزنین و هنچو که واجه استاد آگوشت همه دابین و جگین ملکی و گابریگ ملکی و کورانی نام هم جگین و گابریگ